حضرت ابراهیم خلیل به ملک الموت گفت اگر بخواهی جان یک بنده مؤمن خدا را بگیری به کدام صورت میایی؟ به کدام صورت میایی؟ اسرائیل گفت که من میخواهم صورت خود را به تو نشان بدهم وقت بخواهم یک بنده نمازخوان را جانش را بگیرم، یک بنده ای که از خدا میترسد جانش را بگیرم. وقت اسرائیل صورت خود را به ابراهیم خلیل نشان داد، ابراهیم خلیل به صورت حضرت ملک الموت نگاه کرد، دید که بسیار چهره زیبا، آنقدر چهره زیبا که در دنیا ندیده اون چهره را، لباس بسیار زیبا به تنش، تمام بدنش از عطر و خوشبویی است. گفت وقت جان بنده خدا را بگیرم، جان یک بنده مؤمن را بگیرم، این گونه میایم به سراغ جانش. تکبیر! الله اکبر! ابراهیم خلیل چه گفت؟ گفت ای ملک الموت، اگر تو به این